این نخی که تو باز کردی اصلا تا نخ پایین سنگا هم نمیرسه. خب بده تاپ بده شوت کن وایسا باینه هنوز شوت نشه. نه با اونا شوت نمیشه گوله میره. تو فقط سعی کن سر قرقره بگیریش، سر خودکاره بگیری. یعنی چی؟ اینجوری بگیرم؟ خب بالای خودکار در میره آجی. تو بی خودکار رو بگیرم همجوری گرده تکون نکن ولی چی در میره؟ چی در میره؟ نه چی در این بله قرقره همونجوری که گفتی. بله وقتی ما یک شوتش کن دیگه میخوره به سنگ. با خدمت شاخی دیگه کونی بهت گفتم نزه بیاد اون بالای خود من میگم باید نخه رو ول کنی. من میگم فعلا ما بریم آزادش کنیم. پاره میشه همونجا واسه نکشی زندگی نیا کنم مولایی. چی شده؟ آخر عمری میخوایم ماهی بگیریم قل و سنگ گرفتیم. پیشگوشتی اینم افتاد ما پیشگوشتی ما ماهی بگیریم با پیشگوشتی واسه دست بده من شناسم بکنم. نه پاره میشه بکنم. من صخره نورد بودم تو رمبو من بازی کرده بودم. صخره نورد تو رمبو همون بدل یارو مرد تو بودی. همون پایین من داده آره اگه بتونم بیام بالا دیگه نگاه کن خودش اون نخ ماهیگیری رو بگیریم بالا. بچه حلالم کنید خدایش اگه بیفتم با میشکنه هیچی گیر میکنه بیرون نمیتونم بیام آتش نشانی بیاد اینجا. بعد دیگه چی شده میگم هیچی جوانی واسه یه ماهی مرد. فکر بالا اصلا باز شروع کنیم بالا بریم.